وزارت نافخویا حکومت هرما کردستان د داخویانی اکا فرمی در راگهاند کو تواهی وان گوتان ین کنجالین کنالین جدا و مالپران و هاتین بلاف کرن درباری دریش کرن آدم قضا کرن چونو هاتن هیا 14 نیسانا به دورش راستیه. هروها وزارت راگهاند کو پیوست تواهی دزگهن راگهاندن پابند بن بجدرین فرمین حکومت هرما کردستانه نکو پشتا خواب نوچه و گوتین پیش بینی کری گره بدن. اگهداریا ولاتین هرما کردستانی جی کر کو دریش کرنا دما قدغه چونو هاتن هیا نهات بریار لسر نهاتیه داینه. هر دما کو وزارت تندرستی وان اگهدار بکن شپیوسیا دریش کرنا دما قدغه کرنه را وزارت گوت دمی و بریار لسر ویکه ورستاندنه. وزارت نافخو هر به ویبونه داخواست جوالاتین هرما کردستانی کر کو پابندی برینماین حکومت هرما کردستانی بکن کود برجواندی ولاتیان ده افرینما و بریارین حکومت تندرستی ولاتین هرما کردستانی د پاریزه. هر درباری آمارو قربانین توشبوین ویروسا کورونای تندرستی سلیمانی جی درنگ شوی راگهاند کو 14 کسیندن به نخوشی کورونا لباجار سلیمانی کتن او جی 8 و 6 جن بونه. بوان 14 روشین داویه هجمارا گشتی هلگرین ویروسا کورونا لهرما کردستانی که 842 کسی دناو دجی 2 کسان جیانا خوش دزدایه و 56 کس دنجی به تمامی باش بونه و گریانا مالین خواه و جیانا خواه نورمال بردوام دکن و ین دنجی دبین چاودیریا تندرستی دنه. وزارت تندرستی حکومت هرما کردستانی جی جالی خوده دستخوشی لی وزارت نافخو تیمین پزشکی کر و دخواست جوالاتین هرما کردستانی کر که به تو آوائکی جمالی خودر نکمش دروه و پابندی برینماین تندرستی بکن و تکلیه به کسی دردورا خوره نکن و دما پیویزده پیوندی به هیلا گرما 122 بکن.